کنید بزرگترین بیرق افغانستان توسط جوانای پر افتخار انتقال میشد. زنده باد مردم افغانستان، نفرین بر دشمنای مردم افغانستان. امروز جای افتخار است که جوانای عزیز ما صدای مردم مظلوم افغانستان به گوش جهانیان میرسانند. زنده باد انسانیت در جهان، زنده باد مردم افغانستان، زنده باد. توجه کنید در سطح کشورهای اروپایی همچو همایش و دادخواهی بی‌نظیر است، بی‌نظیر بوده. افتخار به همه جوانای عزیز کشور ما. توجه کنید که هالندی های عزیز، جوانای هالندی شعار بیرق افغانستان را انتقال می‌کنند.